خود ترامپ تسخیر ماست. یه بحثی ملا صدرا داره، من اینو خیلی سال پیش خوندم، میگه کافر در چنگ مؤمن تسخیر مثل شیاطینی که تسخیر سلیمان بوده. برای مزیت و برتری فقط یه چیز شرطه، اونم ایمانه. به واسطه او همه رو تسخیر میکنه. مزیت ما نسبت به جبهه کفار چیه؟ ایمانمونه. خود ترامپ تسخیر ماست. همه تجهیزاتش هم به واسطه اینکه خودش تسخیر ماست تسخیر ماست. برای همین بکشه به نفع ماست، تحریم کنه به نفع ماست، تحریم و ور داره به نفع ماست، جنگ و خاتمه بده به نفع ماست. چرا؟ چون کلا تسخیر ماست، چون عقل نداره. ذالک بانهم قوم لا یعقلون. چون ایمان نداره، چون اون مرتبه از ادراک رو نداره، تجربه براش نمیشه، عبرت نمیشه. او با چیزی که میبینه و میشنوه، 4 تا وطن فروش بهش گفتن تو بزن پشت ما هستی، این به همینا کار داره، به F-35ش کار داره. این ابزار و امکانات تسخیر اوست، او هم تسخیر وهمشه، وهمش هم تسخیر عقله. همه مراتب حیاتی او تسخیر مرتبه حیات ایمانه و تسخیر مؤمنینه. کارتر تو چنگ امام خمینیه، ریگان تو چنگ امام خمینیه، ترامپ هم تو چنگ رهبر شهیدمونه. هر کار بکنه تو چنگه. انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین.